برگه بخوریم این بری بر نرن دیگه اینجا بچریم همین توتار بخوریم شال کردیم شما عمر برات خو کیه اون روزشنه یارم خیر سلامت تجارت خیریت همینجا کلوانگ ما اون روز می گوسفندار میچرونیم چیکار کنه نگو صندوق یکی بده ما چیکار میشه ما بله خوب گپ نه پولای نقدم اون روز نسیه طول نسیه بردم پیش خاطر اینا به مزاربتی و دستم خود چای فن صاحب داره این از خود خب هر کدوم ما خوش کنیم هر کدوم از خود قیمت داره ما اون روز بریم حتی اینا یکی خوش کنه رمضان آخری به چند رو مامان رو شما میخره پس شوخی دارم خودتو 12,500 چه نکنی میدین من یک چیزی بگم که خونه از اون پس چی میگم دیگه بگین بام داد و نظر رفت نمیشه الان اینجا برای همسایتون نگه خواهی مید خو همسایه ما گوسپند که فایده نکنه و همسایه ما برار خودم گوسپند فایده نکنه تاشون برات میده هم گوسپند که فایده نکنه پام مزدور بیموزیم خود داوینی مازه باشه خوب ولی نمیشه پس به چند میدین 500 دگان فدای سر شما 12,000 یا 11,000 میدی یا نه چکار شو نمیدم به 11 همین گوسپند به 11,000 میدم تو 11 باشه خوب ولی رام نمیشه ما اون روز توم دست خوده چی رقم 200 کم 12 خوبه بابا نه رو شما بهم 200 ریپه دیگه منستکیم خود چه کار کن دیگه 200 انقلی بعد یاره 200 فدای سر شما اون روز گپ اینه یک ای دو ای 3,000 بیونه دنبال رم راست بچه خود کجی رای میکنم گوسفند بده دست خوب سه گپ اینه سه یعنی گوسفند با گوسفند عوض نکنید دیگه نه ماما نه زمین گوسفند خود شما بود کنه بازی از سر کل منشه لطی بسته اصلا همین گوسفند شما بیایم الله همین گوسفندا با اگه می دیدیم هر چی ماستم با خیانت با نمیکنم به کار خوب بله خدا خوب سه 200 کم 9,000 دیگه کرای کنه مثال پر نمیشه یاره برادر این ماما نوروز ایشته چه نمیزنه برادرها به 200 ریپه دیگه بس داده تو به می 200 ریپه سیر میشه اونه برو می 200 هم از تو این تا اگه چم از این نشه خودی ملا محچه در قرچه نمیزنه بگیره من الان بگیرم من نرو کنیم آری بیان به طور از باید تو بگیرم میگم بگو خدا اطلاعیه توجه برادرها گوسفند نخره که مرضی آماده مرض آماده برادرها با خونه شما سرایت میکنه برادر خود امریکایی بخره که این درد و تکلیفی نداره برادر بابا کو بیایی بابا بیایی شما بابا به جون نمی گوسفنده ها که هست شما تو درد آماده بفهمیدی؟ درد آماده بعد این گوسفنده ها که هسته اینا دردی به جون از اینایه که هر خوندار کی بخوره ببره به خونه خو درد از اینا به جون سرایت میکنه اما هر کمی بر بشینو که به جون من نیاید نه بابا یعنی بابا اینا مرض داره برادرم سکو یار خوشو نه یا امریکاییه نه بابا یعنی ما چکار کنیم این چیز دیگه به درد نمیخوره ماما کی خریده این به درد نمیخوره ماما اینا که ببر ولات کن ماما خوب میگو بکشیم چی چیکار کنی همه شما رو بخیر دردی و میگی اگر زنده بودم نه مردم با میبینی بابا اینا ماما چکار کنیم سکو کی درد دو سکو ماما پس برو ببر پیار بابا این ببری پس بچای ببری تو لا مربوط کنی دیگه ما کار ندارم اون تغییر ببردی به خونه خب راست خود تو برار تو مادر تو پیار تو خورات تو همه درد از میگیره به خیر خیریت چکار کنم
یعنی بگی چیکار کنم؟ این درد نمیخوره ماما. همین امریکایی بخون میخنده که نه درد دست، آزار دست، نه مریضی دست، میبردی بخونه خلاص. کاش که ماما پیار نمیشه بگاله شما. دیگه. ماما بیا یک کاری کنه که 100 کار بیاد. ما گوسفند خودمون شما بود خوبه. نه ماما نه. نه یاردش بیشتر ماما نه. ها؟ خیلی باشه بری. من فهمیدم که پیار میگم بابا این ببری پاکی رو اینا مرض آمده. اگه گوسفندا به انسانا سرایت. فکر کنید ماما. بیا ماما گردانم بابا. ماما اگر خودت پیوست کنی چند ماما سر میدی؟ یعنی ماما ایراز نمیکنیم ها؟ و خیلی باشه من پیار کنم میگم بابا این ببر پس که مرض گوسفندی آمده ما را میگیره به خیلی خوشی میموریم برای کار خوب. بله. دل ما با تو بوسو. خوب. بچه خوبی معلوم شه. نه یا پیش نیو. ماجی میترسم خیلی که مرض به جونم میاد. ماما یعنی یادتون خبره؟ گوش کن. من نگیره مرضی. معلوم میشه دل ما با تو بوسو تا خیلی غمی نداره. به خاطر که بچه خوبی میخواد تیواز میکنم. تیواز میکنی؟ من طولمونی ندارم شما سر. نداره بیا. خب ماما بگی. یعنی این مرض داره؟ این عمل خودت به هر جا میری که مگر کور بگیری. یعنی ماما عرستکی مرض گوسفندی آمده. ماما یلا میکنم که خوب بره به درد من نمیخوره. دیگه به خاطر از اینکه تو بچه خوب بگیره. خیلی دیدی ماما جون. صبر کنی. بگین که نمیو که این دیوونه. اولی شده میگه. یعنی این بود شما خوب بگیره. من فکر بروی تو اگه میگی نامو گردن. ماما پاشو حالا وقت کنید به گردن نجیب استکنید. ساما پر نشه. ماما شالا وقت کنید به گردن نجیب استکنید که این نره. شغل دیگه نه شغل میتونه بسته کنه. ما نمیشته برو. نه تو با خاله اشتباه برو. ماما جو برین دیگه. اگه شالا غم کردم. خیلی بینیم ماما جو. خدا من شما رو خیلی بده. غم کردم ماما. خاطر ماما مرض گوسفندی اومده بیده دیگه ایواز کردیم ها. دیگه یعنی میبینیم از ایشت دور رو میترسم. ماما نمیشه ان شاءالله یا کنیم به گردن نجیب استکنیم. خاطر ماما میری اشتباه برو و پیش من ندیه. ماما. خیلی بینیم ماما جو. خیلی نبینیم به گردن استکنیم. بیجو بیا رفیق. بیا که تو ایواز کردم بیا. پیام اشته خوشحال شد تو بدانم گوسفند مرزی بدانم ولی بوز مقبول امریکایی تیاری بیا که بریم بیا مرگا بابا توی نی تو بیا که بریم بیا این که بریم بیا تو بیکاری عجومیش تو بیکار بابا این کجا بردی بابا نرسیم بابا مکتکا که دیدومی به بغل نزد میکشه برادر توجه کنین توجه مرض آمده مرض گوسفندی میشی آمده از گوسفندا به انسان ها سرایت میکنه آمده از طریق انسان از طریق گوسفندا به انسان ها سرایت میکنه آدم ها میمونه من بابا که بشنیدم اولکی شدم تحت سپاه افتادم دو گفتم ماما گفت اگه گفتم نمیشه ماما جو بگیرین این ما بودم شما بوز خوب بدیم به من بعد نمیکرد بابا اموغ در ارز و زیدی و التماس کردم آخر گفت تو خاطر بچه خوبی اهل گوسفند خوب بدی به من ما بوز خوب میدم تو چه کنی بابا بوز امریکاییش تو بوز خوبی میگم بچه جان تو چی دیوانه شدی تو سودایی تو چی رقم انسانی حالا راست میگی یا دروغ میگی بابا دروغ بگم بیلا تو 12,000 گوسفند بده ولی 2,000 بغداله داری بابا گفتن مرض اومده گوسفندا به انسان ها سرایت میکنه میبری من اولکی شده گفتم از این که من بریم خاک کمی بیتر کجا تو خفه کجا بیشتر زنو کجا تارم ارتکا کجا شو همون تا بر بابا دگه نه بیلا مالا کجا تارم همون تا بر بابا چه کاره بابا بابا کجا بیا که بریم بده بیا که بریم بابا بیا که بریم بطور کدو پیان سرگی کنه بدم که پیان مالی سارا کوا بدم میکنه بیا که بریم که به نظرم که معامله کدو تاو کدو بیا که پیان مالی سارا خواهش بدم میکنه خدا میدونه اشتادم کلا برداری بیچارم کلا قدیش بوش سرداری برداری شوبه خوشیم هم اینجا 10 دقیقه که منم خو گیره بلکن او بخوردیم علاف بخوردیم خوشیم چاشت لقلقه
دیلا یک چیز از تو پرسون کن گوسفند گردن به سکده به دست نفر نده تو کشکده ببره گوسفند کی؟ گوسفند مو از شما؟ آه ندیدی که تو کشکده ببره دیلا خودتونو من خودت کی گپ میزنم من از تو پرسان میکنم چی پرسان میکنه؟ گوسفند خودمو 12,000 ریپه بدون دست کجی به چی خو تیوه دو بور به سرا بور نمیفهم اشتم چی بگم دیگه سرقی بگم اگه دیونه بگم چی بیده که سوقیخ میکشه که مراد گوسفند آماده مراد چی آماده مراد چی آماده بچه من چیزی خود کنم بیعقلی خود کو گوسفند باید از وجه گاله بغضال امریکایی که 2,000 ریپه قیمت اینه بفهمیدی من که کجی بچه خود که پرسان که آدم قد بلندیه قد بلندی تا سرم کاله حالی تا سرم کال نیه که تو سی میکنی نشینی ها نفره با تو میگم میشه بفهمیدی چی گفتم من از کی پرسان نکنم من دیونه که بیش مامان امروز ازم دم اول که شما خودی کلی گمله که بشیشتیم این جگاه تو بم دم آخیر امی گپ و مفت امی گوسفنده قصه کنیم از دنیا چی رقم اوزا پیش میشیه وکیمه خیرا سرم گوسفنده شما شتن چوچی پیچا روزگار زندگی تیر میشه چی رقم تیر شد اید به سفری تیر چی رقم به سفری شد دیونه ساده بطن امی تو دوزای پیداش که بطن دید جار میزنه که مرض گوسفند آماده مرض چی آماده فکر تو باش که گوسفندا تو رو نبرم گوسفند من کو ببرم من کو هر چاسو پرسان کنی هیچ به هیچ تو کو به قصه ایت کارو نی اما تو خبر کن اختیار خود من میرم مرض گوسفند مامان امروز مرض کله شما نماله کما که کله شما نم سیاه کنه بچی و عظیمی عقل تره خودی عظیمی شیار تره وای 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 چی بچی هم داره بیاره به سنگ 100 کیلو بکشی نیم کیلو وزن نداره فقط میگی من دوزم بیامده پیش نید مال به خواه نمیگذاره گل بادام من تو باشی آرژان جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی به سر عقل و کمال من تو باشی آرژان شنیدی لگفه جنجی خیریتی چیگه پایه عروضه که عقل کمال به تا خولی شما گذاشته بودک گربه نخورده بودک همون فرصت و سنیه تو به کدوم مسیر باغ بودی و تو مادر تو نگفته که ترمز جراویر به جایی نبره لیلا ای خاطری ترمز ما اصین دتونه برارم سندمه؟ این شاید همون پیشکشا مادر تو باشی جایزایی امکانی داره همونا باشه تو که بجو وقتی نبودی هم نه رگه رفیق نبود بشکر کنیم قمقمه ایک لیلا چه کاری گیله جمعه من برم رفیق کاری خدمتی با ما باشه سبز کشمیری من زلفای تو زنجیری من سبز کشمیری من زلفای تو زنجیری من بغزر بیار که بعدیم با بالی میشینی من اشتادم اگه گوشیاره بده خدای خیر بده که گوسپند بفریشیده با ولی خیرگوشی به تو یعنی گیله اگه سرم کلو نقدی که گردنم بند ایت مغزا سرم عدی رو تولی جود کرده گیله درو امیت دیدم فکر میکشه برادر توجه کنیم مرض گوسپندی آمده از گوسپندا به انسان ها سرایت میکنه گوش کنی گوسپند و سرا خورا نده من مولکی شدم گفتم عجی که گیلک مار خدا ناکرده ناجور خستیشیم بوموری امیر میدم با بالی عجی بغزاله 2 ساعت هم به پیش زیری میکردم که ما مجوید میدم با تو بغزاله امریکایی خوب دیوه می من چی خواهد داشتم ایواز کر را خوبی گری برای هر چی پیار مگشتم زمین شخ شد درو سر زمین ها بیدم من یارتو بیا من نفکر تا بشون میگشتم چه کار من گفتم البا با کورس خیاطی رفتیم ماما چریتنه
گفتم من چون کجی ببرده گوسفندم بده بالا خرگوشی. یه خیر ندیدی بگی لکه همه کلاغ دیشلا خوب برم جو خرگوشی نبوده تو میگی خرگوشی بالی خرگوشی من امیر به تو میگم که خوب بغضالی امریکایی سعی کن من به تو دیگه چیزی نمیگم من میگم هر کس امور به خیر خوشی برده ایوه نه دیگه لبوشکی مبره تو هم برای دیگه میگم هر کسی به خیر خوشی برده خیر ازم جوونی خود نبینه چکار به اوش خواستی برارم چرا گوسفند همسایه مال ببردم آخه نکو برارم حالی همه برخ به تای خنده و دهن مرا بردار بوشکی من فروشیه بردار که میبرای فروشیه چی فروشیه؟ ترمز یه لگو بردار تو سیکو یه لگو مکن کار سیار میکنه حالی میفتم به تاجو بدون متاجو چری؟ نفری میکنه مرتکر حالی که کاری بیدار بوش شده دیگه نفری چی به درد میخوره کار خدمتی با ما باشه ترمز گم نشه یا نمیشه خش بفته خشم نمیفته خیلی باشه گیرم با ما تانه دیره همین نداره عمال شما براره متا دیره و تا کوزه میخوره همین که ترمزی نداشته وار خاطر نوری عجیبش کسه و من تانه میگی باور میکنی اعمال ما کتریا دارم فقط کف باشه توره من تو یه ایش